درباره گناهان خود ما هست، درباره بندگی خود ما هست، درباره این که شکایت از گناه خود بکنیم. ما کوشش بکنیم خود را قریب به پروردگار بکنیم. صبح میشه و بیگاه میشه، ولی پروردگار وقت صدا میزنه ای بنده بیا قبل از این که بمیری حسابت را پاک بکن، ولی بنده ها غافل از این است که به سوی قبرستان روان میشه، نمیدانه که حسابش چگونه است. خداوند کریم در آیه قرآن عظیم شان میفرماید، به حضرت محمد مصطفی علیه السلام خطاب میکنه و حکمش عام است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، ای حبیب من، برای بندگان من، برای امتانت، برای کسانی که بر نفس خود ظلم کردند، برایشان بگو هر چی گناه کرده باشند، هر چی زیاده روی کرده باشند، هر چی در گذشته بیجابی کرده باشند، خواهرای عزیز من، پروردگار میگه به نفس خود زیاده روی کرده باشند، گناه کرده باشند، وقتی به پیش خود پشیمان است که من گناه کردم، آیا رای نجات هست؟ وقتی از جهنم میشنوه آیا از جهنم نجات پیدا کرده میتوانم؟ وقتی شراب خورده امروز پشیمان است، آیا میشود که من داخل جنت شوم؟ به یادش میآید وقتی کسی را دشنام زده اذیتش کرده، باز به ذهن خود میگرده اگر معذرت بخوایم آیا راه نجات هست؟ پروردگار میگوید اسرف علی انفسهم، زیاده روی به نفس خود کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت پروردگار نباشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بیگمان پروردگار تمام گناه های شما را معاف می کند. الله اکبر. چنین پروردگاری که ما را می بخشد و برای ما صدا می زند. حدیث مسند امام احمد حنبل رحمت الله علیه است، نیمه شب است پروردگار در آسمان اول می آید، صدا می زند هل من سائل، آیا سوال کننده هست؟ هل من تائب، آیا توبه کننده هست که در این شب به دربار پروردگار گریه کند، از گناه های خود یاد بکند، در حالی که سر به سجده افتیده اشکانش پیش روی سجدگاهش را ترک کرده به حضور پروردگار ناله می کند. اگر ریشش سفید است و یا نیست، اگر جوان است، اگر موی سفید، اگر خواهرم، هر چیزی که باشد، بندگان پروردگار سر به سجده گذاشته باشد، گناه خود را یاد می کند، پروردگار نیمه شب می آید صدا می زند هل من تائب، آن بنده است که صدا می زند بله توبه کننده هست، بله بنده ضعیف است، بله بنده محتاج است، بنده که از زندگی خود خیلی رنج دیده، یا الله من مشکل دارم،